احتیاط کن ببینم کجا میخوای بری. وایسا آهو، وایسا دیگه. آهو کجایی کوچولو؟ کجا رفتی؟ کجایی؟ بالاخره پیدات کردم شیطون. ترانه میگیرم ناقلا. این شکار جدید حاکم تمام فکر و وقت ایشونو مشغول خودش کرده. خدا به ما رحم کنه با شکار بعدی. امیدوارم دفعه دیگه خرس شکار نکنه. ایاهو کوچولو تو خیلی زیبایی، خیلی. برای بردن این غم از نگاه زیبات چه باک. میدونم تنهایی سخته، جفتی برات پیدا میکنم. ما قصد شکار داریم. آی مردم، به دادم برسیم. آی این دیگه چجور مرضیه؟ از موی سر تا ناخونه پام درد میکنه. این بلا از کجا به جون من افتاد؟ ای وای به دادم برسیم. مردم. کجای طبیب میموندی یه دفعه برای کفن و دفنم میومدی؟ من نگهبانم قربان. تبابتم میکنی؟ نه خیر قربان. پس اینجا چه غلطی میکنی؟ جناب حاکم قصد شکار دارن و فرمان دادن همه درباریان در رکاب مبارک باشن. ای داد بیداد، مگه حال و روز منو نمیبینی؟ چرا میبینم قربان. پس برو حال و روز ما رو به عرض حاکم برسون. من میگم، ولی حاکم دستور داده هر کس در این سفر مهم همراه ایشون بود که بود، نبود باید قید حضور در قصر رو بزنه. آخه تو شکار چه چیز مهمی است که تمام درباریا باید ملتزم رکاب ایشون باشن؟ این دفعه با دفعه پیش فرق میکنه. حاکم میخواد یه جفت برای آهوی عزیزش پیدا کنه. آی خریتو به آخر رسونده. چی قربان جناب حاکم؟ دیگه چی میخوای؟ وایستادم که شما رو تا قصر همراهی کنم. برو به قبر رسون، من خودم راه قصر رو بلدم. یعنی برم؟ برو دیگه. خاک بر سر من وزیر که حتی نمیتونم با حال خودم بمیرم. چی شده بهلول؟ میبینم که مشغول خاک بازی هستی. بازی بچه ها رو میکنی؟ از بازی بزرگان خسته شدم. اگه قبول میکردی احتیاج تو ما بدیم الان عازم شکار شاهانه بودی. اگه 3 اشکال در قبول اون نبود حتما قبول میکردم. 3 اشکال؟ اول اینکه نمیدونی من به چه چیز محتاجم. خب دوم اینکه نمیدونی چه وقت به اون نیاز دارم. و سوم اینکه نمیدونی چه مقدار نیاز دارم. این دیگه چجور مشکلیه؟ خب قبل از برآوردن نوع و مقدارش رو به ما بگو. اما من تکفل احتیاجاتمو به کسی سپردم که تمام اینها رو نگفته میدونه و بالاتر از اینها میدونه خیر من در کجاست و اونو برای من قرار میده. باشه هر طور میلته. نمیخوایم اوقات خوبمونو با فکر کردن به حرفهای سخت تو تلخ کنیم. حالا بهلول بگو ببینم این تل خاکو برای چی میسازی؟
این خاک هدیه ایست از جانب من به جناب وزیر. بیا اینجا وزیر اعظم. بدون پچ پوچ بیا. بهلول برای تو هدیه داره. بیا که دریافت هدیه غم از دل میبره. این کپ خاک و بهلول به تو هدیه کرده، اونو وردار بیار و البته دقت کنی شکل اونو به هم نریزی که بهلول برای ساخت و زحمت زیادی کشید. اما نداره، هدیه رو که رد نمی کنی وزیر اعظم. چطوری؟ اونو برید سرت. این عاقبت کسیه که عمر خودشو در خدمت حکام نادان به سر میبره. بریم که وقت زیادی رو اینجا تلف کردیم. برو حیوان. حیف که تو این سفر بهلول همراه ما نیست. حسابی خوش میگذشت. برو حیوان بابا برو. اگه دزدی به کاهدون زدی بهلول پس آشنایی. جناب وزیر خوابگردی میکنید؟ پرسشی دارم. خیره، این وقت شب و پرسش از دیوانه؟ روزی که با حاکم به شکار میرفتیم و یادت میاد؟ آره یادمه. چرا گفتی اون خاکو بریزم سرم؟ اولین بار نیست که شما را به این مهم سفارش کردم. چی شده که این بار براتون جدی شده؟ من نیامدم که برای تو توضیح بدم. تو باید برای من توضیح بدی. علتشو همون روز شنیدی؟ یادم نمیاد. خدمت حاکمی رو میکنی که نه وجودش سودی برات داره و نه شأن انسانی و تو در اون حفظ میشه. این طور نیست. من وزیرش هستم. احترام زیادی هم برام قائله و به من اعتماد کامل داره. امتحانش مجانیه. امتحانش کنم؟ چطوری؟ برو آهوی حاکمو برای من بیار تا درستی حرفمو به تو ثابت کنم. با آهو چه کار داری؟ خودت هم میدونی که تو دربار مقام این چارپا از تو بالاتره. اینطور نیست. آخه چطوری اونو بیارم؟ شب و روز از اون آهو مواظبت میشه. بیا جلو تا بهت بگم چطوری. پیش نگهبانا برو و بگو این آهو سلامت مزاج حاکمو به خطر انداخته. اون وقت اونو بگیر و برای من بیار. خب حالا چی میگین؟ نمیشه قربان. این تجویز طبیبه. برای شما جون حاکم مهمتره یا جون آهو؟ جون خودمون. این کار ممکنه به قیمت جونمون تموم بشه. آره باید خونبهای خودمون رو تا زنده این بگیریم. ما که نمیخوایم آسیبی به آهو برسونیم. فقط دور از چشم حاکم مخفیش میکنیم تا سلامت مزاج حاکم برگرده. باید راهشو پیدا کنیم قربان. با هم تقسیم کنین. نمیدونم چرا یه دفعه خوابم گرفت. آره بهتره بریم بخوابیم. دوزا دیگه رفتن خونه هاشون. بیا بریم. یادتون باشه شطور دیدین ندیدین. بریم. بریم. میگم چرا گفت شطور؟ منظورش آهو بود. وزیر به این بی سوادی نوبره.
لعنت به من که به حرف یه دیوونه مثل گرگ افتادم به جون آب. خوب حالا چه کار کنیم؟ تو همون کاری رو که گفتم بکن. با این آهوی بیچاره میخوای چه کار کنی؟ اگه کبابش کردم تو رم برای خوردنش دعوت میکنم به قبرستون. آهای آهوی من کجایی؟ میدونم از دست من ناراحتی، اما باور کن تقصیر من نیست. پیدا کردن جفتی هم شأن تو کار آسونه نیست. قربانت گردم، یا دود شده رفته هوا یا آب شده رفته تو زمین. حرف نزن، پیداش کن. چشم. آخه این چه وضعیه؟ آهوی ما را از تو قصر ما دزدیدن. وای. سلام بر حاکم بزرگ بغداد. امیدوارم که همواره سلامتی و نشاط موافق حالتان باشد و غم و بیماری از شما. چه شده که باز لفظ قلم حرف میزنی؟ این بوی مشک از کجاست؟ قربان از بنده ی حقیر است. از کی که حالا بوی مشک از تو خارج میشه و ما خبر نداریم؟ از وقتی که دوست تاجرم این مشک را از ختن برام آورد. بوش مسحور کننده است قربان. گفتی آهوی ختن؟ بله جناب حاکم. میبینم که اندوهی عمیق جان حاکم را آشفته کرده. تو خونه یک کمی از جگر آهوی جوان دارم که درمان جان دردمند شماست. جگر آهو؟ جلال آهو قربان همه جا رو گشتی. فلفلی بازم بگم بیرتر که سردنیز شد، حیوان زشت شده بود سوگلی حرم، داشت جای شما رو میگرفت. این حرفو نزن، اون زبون بسته که گناهی نکرده بود. آهو جون. ببخشید بانوان محترم، اما بنده مأمورم تا برای یافتن همدست وزیر در این خیانت تحقیق و تفحص کنم و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست، حتی همسر جناب حاکم. شما آخرین بار کی آهوی دربار را دیدید و کجا دیدید؟ آخ جون یافتم جناب داروغه. خب جناب وزیر، شما متهم به قتل آهوی قصر هستی و شواهد همه بر ضد شماست. آیا این ردا متعلق به شماست؟ به گناهت اعتراف میکنی؟ آخه این که دلیل نمیشه. من هر روز به قصر رفت آمد میکنم و مثل خرگوش زیر بوتهای گل ورجه بورجه میکنی. این تیکه لباس شماست، ملاحظه بکنی؟ چند تار موی آهو هم روی ردای شماست.
قربان، من وزیر سگ صفت دیده بودم، ولی این یکی گرگ صفته. آهو رو گرفته و مشک خوتن از اون ساخته و مالیده به لباساش. همینو بس. و اما شهود، شما 2 نفر آیا شب پیش وزیر به شما رشوه نداد تا چشم بر آن که دیدید ببندی؟ چی بگم؟ من شطور ندیدم قربان. شطور چیه ابله جان؟ صحبت از آهوی جناب حاکم میکنی. قربان، هر که گفته ما به خاطر 10 سکه خودمون رو به خواب زدیم به ما تهمت ناروا زده. تو کیسه 10 تا سکه بود؟ پس چرا فقط 2 تا سکه به من دادی ها؟ به نظر بنده همه چیز روشنه و نیازی به تحقیق بیشتر آهوی زیبای من با آن چشمان معصوم، آخه چطور تونستی اونو بخوری ظالم؟ جلاد گردن این مرد خبیث مقابل چشمای من بزن. با اجازه حاکم دست نگه دارید. حق با بهلول بود که میگفت شأن من در قصر از چارپایانم کمتره. آخه این چه نقشه احمقانه ای بود که کشیدی؟ این نقشه بهلول بود جناب حاکم، من که مثل اون دیوانه نیستم. این آهو چه بدی در حق تو کرده بود بهلول؟ آهو بدی نکرده و نمیکنه. این وزیر اعظم شما بود که اصرار داشت شأن خودشو نزد شما بدونه که دونست. مردک گنده خجالت نمیکشه. برای چی گریه میکنی؟ خدا رو شکر که تو رو زودتر نکشتیم و خون بیگناهی رو به گردن نگرفتیم. اگه میکشتین بهتر از این بود که منو به خاطر آهویی گردن بزنید قربان. حالا که شأن خودتو دونستی میخوای چی کار کنی؟ از قصد میری یا پیش ما میمونی؟ متاسفانه جناب وزیر جز چابلوسی کار دیگه‌ای بلد نیست و اونم متاعیه که جز در دربار خریداری نداره. کس دیگه‌ای هم هست که بخواد شأن خودشو در دربار بدونه؟ شما چطور جناب حاکم؟ میخواهید شأن خود را بدانی؟ من شأن خود را بدانم پیش چه کسی؟ پیش این حیوان زیبا. اگر لحظه‌ای دست از سرش بردارید ارج خود را نزد او هم خواهید دید. اگر لحظه‌ای از این تخت فاصله بگیرید اون وقت شأن واقعی خودتون رو در بین مردم نیز خواهید یافت. چیه؟ یعنی که هم میکنه چیه؟